5 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 20:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا کمالوف احتم سال تولدش 1952 ساکن نویه خوولینگ هنگام حرکت از سمت نویه واسه به سمت نویه خوولینگ در حدود جماعت دیوت جانبخت نویه مذکور از حوزه دوره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد نابالغ عظیم و سلطانبی سال تولدش 2014 ساکن امین نویه را پخش نموده است. در نتیجه دخترچه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 5 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 18:15 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا حوجیف اکبر سال تولدش 1966 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در کیلومتر 228 شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دیوت پوشکند در کنار شهر استرافشان از حوزه دوره واسطه نقلیات نبر آمده است و به کنار شورا برآمده ماشین را چپه کرده است. در نتیجه خود راننده اوپل حوجیف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانزن 25 ساله با دخترچه نابالغ 17 ساله ساکن نویه اسپیتامین با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمان بر شوندگان 14 ایول سال 2024 با روی پنهانی به خانه استقامتی زنی 30 ساله ساکن نویه مذکور در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 7800 سامانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمان بر شوندگان پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.